سلام بچه‌ها، من مانا گلم. خوش اومدید به یه ویدیو جدید با من. امروز قراره که میکاپ اسموکی برای صورتم انجام بدم. میکاپی که تا حالا جرأتش رو نداشتم هیچ وقت انجام بدم و اصلا هیچ وقت حالا تستش نکردم، به خاطر اینکه همیشه فکر می‌کردم که میکاپ چشم زیاد یا کلا میکاپ زیاد اصلا بهم نمیاد. حالا الان جایی نمیخوام برم، همینجوری میخوام فقط تست کنم که چجوریه که اگر یه وقت خواستم جایی برم یه میکاپ جدید بلد باشم. و اینکه داستان میخوام براتون تعریف کنم از خاطرات دوران دبیرستان و پیش دانشگاهیم، راجع به دوست خیلی حسود که داشتم و اینکه فکر کنم به کارتون بیاد، چون که همه ما دور و برمون از این آدما داریم. گفتم که بیام هم براتون این داستانمو تعریف کنم، همین خاطره رو تعریف کنم و همین که این میکاپ جدید با هم انجام بدیم ببینیم که چجوری میشه. خب بچه‌ها بریم سراغ داستان من. این موضوع برمیگرده به سال اول پیش دانشگاهی من، یعنی دبیرستانی بودم و من شاگرد زرنگ کلاسمون بودم. یه 3-4 نفر رو قرار شد که زیر گروه من باشن. یکی از این بچه‌ها که اسمشو ملیکا صدا می‌کنیم، یه شاگردی بود که خیلی درسش ضعیف بود، در حدی که مثلا 1 و 2 میگرفت، بیشتر از این نمیگرفت. حتی توی ورزش هم ضعیف بود و اصلا کلا یعنی یه جوری بود که می‌خواستن اخراجش کنن. اون معلم پرورشی ما یا مسئول پرورشی ما، نمیدونم دقیقاً اون موقع چی صداش می‌زدیم، یه روز به من صدا کرد، گفتش که یا با این دختر کار کن، مثلا نجاتش بده، یعنی که ما باید اخراجش کنیم، چاره دیگه نداریم. به من گفت گلستانی بیا اینجا. یه روز حالا کلی با هم صحبت کرد اونا که این بچه به تو میسپاریمش، که منو توی حقیقتش معذورات قرار دادن که مثلا حتما یعنی اینو نجات بده. منم که اون موقع ساده و مهربون گفتم اوکی آقا، ما درس و کار و تفریح و توی زنگ تفریح و همه چی ول کردیم و شروع کردیم با این دختری که درسش به شدت ضعیف بود و به شدت بی‌انضباط، بد اخلاق، پرخاشگر، شروع کردیم هی با زبون خوش مثلا درس کار کردن و وقت گذاشتن و صحبت کردن. پرانتز باز کنم که این دخترمون توی خونه یه سری مشکلات داشت با پدر مادرش و توی خونه هم مثلا فضای آروم و اوکی نداشتش. حالا همونم منتقل میکرد که توی مدرسه به من و به درس خودش و کلا به زندگیش. بچه‌ها من کل سال تحصیلی و واسه این دختر وقت گذاشتم، یعنی فقط هم اینجوری نبودش که راجع به درس باشه ها، میبردمش سعی می‌کردم مثلا هفته یکی 2 بار میخوام برم بیرون با دوستام اینو به خودم ببرم و اینم بهتون بگم که هیچ کسی با این نمیگشت. یعنی حتی منم که مثلا کلی دوست داشتم توی مدرسه، وقتی که دیگه با این میگشتم مثلا دوستای منم خیلی کم شده بودن. مثلا اکثرا منم مثلا گفتن گلی، من گفتن گلی چون گلستانی فامیلی، مثلا گلی میخوای بیای پیش ما، با این نه یا ما از این خوشمون نمیاد. هر چند گفتم نه دختر خوبیه، گناه داره و اینا، اصلا هیچ کسی چیز نمیکنه، نه با این خوشمون نمیاد بگردیم. خلاصه من هم خیلی تنها شدم چون همش با این تایم میذارم دیگه، چون میخواستم با این درس کار کنم، با این صحبت کنم. همین که دوستام از دست دادم و همین که پیش دیگه خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم وقتی که مثلا واسه این وقت گذاشتم. درسشو باش کار کردم، درسش اصلا از نمره 1 و 2 اومد روی 14-15. اون درس به اون شدت ضعیف. حتی مثلا اینجوری که شبای امتحان، روزای امتحان میومد مثلا خونمون، 1-2 روز قبلش با هم درس و کار میکردیم توی خونه. میبردمش با خودم بیرون، یعنی جدا از تایم مدرسه مثلا بیرون میبردمش، میگفت ماندن تو خونه دعواست، نمیدونم ناراحتم فلان اینجوریه. میرفتم دنبالش، مامانم موقع با ماشین ما رو میبرد مثلا میرسون یه کافی شاپی، پارکی، جایی میشستیم و میمد دنبالمون. من که خلاصه خیلی بهش محبت کردم، هرچی میخواستم بخرم مثلا اکثرا 2 تا میخریدم و اصلا خیلی خیلی محبتی که واقعا بعدش خیلی خیلی پشیمون شدم از این محبت. خلاصه گذشت تا 6 ماه اول سال و من با این کار کردم و همه چی خوب بود، درسش پیشرفت کرد تا اینکه اسفند ماه اینا بودش. یه روز نازه اون منو صدا کرد، مدرسه ما هم نمونه مردمی بود، خیلی گیر میدادن. نازه اون منو صدا کرد، گفتش که گلستانی بیا اینجا، خیلی به من احترام میذاشتن. گفتش که تو شاگرد خوب مایی و نمیدونم ما دوستت داریم، درست خوبه، ولی من یه چیزایی راجع به تو شنیدم. گفتم چی شنیدین؟ گفتش که آره شنیدم که مثلا بعد از تایم مدرسه قرار میذاری با پسرا، شنیدم گوشی میاری، نمیدونم این کارو میکنی اون کار. کلی انگ به من چسبوندن که من اصلا روحم خبر نداشت از اون اتفاقا و اصلا اولین بار میشیدم یه همچین چیزایی. خلاصه توضیح دادم و گفتم نه و اصلا اینجوری نیستش و باور کنید، ولی با یه حالت شکی دیگه، یعنی در حدی که حتی من گفتش که الان میخوام کیفتو بری بیاری، میاری من بگردم. منم که گوشی نبرده بودم که ترسی نداشتم، گفتم آره میرم میارم دیگه. اصلا کیفو آوردم و گفت چرا ما امروز شدیم تو گوشی آوردی، تو بعد از مدرسه منم قرار میذاری. اون موقع خیلی این چیزا واسه ما بعد بچه مدرسه که من میرفتم
مدرسه بود که باید چادر سرد میکرد و هد هم زیر چادر میزد، یعنی ما یه هد میزنیم تا اینجا. سیبیلامون رو صبح به صبح میشمردن، در این حد بودش. بعد گذشت من رفتم بالا و یه ذره بغضی شدم که مثلا بهم برخورده بود دیگه شاگرد زرنگ مدرسه و درس خونه مدرسه مثلا یه همچین مثلا انگی بهش بزنن. گذشت و رفتش، مثلا اون روز گذشت. بچه از فردای اون روز من میدم که معلما، مدیر، ناظم با من با یه حالت تیکه و طعنه حرف میزنن، مثلا انگار تیکه میندازن، مثلا اصلا یه حرفایی که بدونی شک هم میبردش که با منن، ولی چون خودم اصلا هیچ وقت اون کار رو نکرده بودم فکر میکردم که مثلا با من نیستن، خودم میزدم به کوچه علی چپ که نه با تو که نیستم، ولی پس چرا تو رو نگاه میکنن حرف که میزنن؟ آره فلانی گوشی میاره، آره فلانی مثلا صبح نمیدونم میکاپ میکنه میاد مدرسه، نمیدونم مثلا بعد مدرسه قرار میذاره، فلانی مثلا پوز ماشین مامانش رو میاد به بچه‌ها. اصلا یه چیزایی که من واقعا هیچ وقت مثلا کار نکرده بودم، واقعا. هی خلاصه از اون روزی که مدیرمون منو کشون پایین، نازه منو کشون پایین، با من حرف زدن، دیدم دیدا داره به من بدتر و بدتر میشه، یعنی همش رفتارشون، اونایی که اون همه با من خوب بودن داره رفتارشون بد میشه و گیرا زیاد میشه و رو من خیلی زوم کرده بودن و یعنی کلا محبوبیتم داشتم از دست میدادم توی مدرسه. یه تایمی گذشت و من خیلی ناراحت و اینا. بعد ملیکا هم با من خیلی سرسنگین شده بود، مثلا یه جور شده بود که دیگه مثلا زیاد به هم محل نمیذاشت و معلوم بود که مثلا یه چیزایی عوض شده. خلاصه گذشتش و ما یه معلم زبان داشتیم، یه دختر جوون بودش، یعنی فاصله سنیش با من خیلی کم بود و من خیلی دوست داشت. بعد من دیگه دوستای دخترم حتی با هم نمیگشتم بچه‌ها، یعنی انگاری مثلا دیدی تو رو میبینم پچ با هم دیگه صحبت میکنن، یه همچین حسه، یه جو سنگین توی مدرسه واسم درست شده بود. خلاصه گذشت و بعد از یه تایمی، یه روز که من تو حیاط نشسته بودم همینجور ناراحت، خیلی هم من حساس بودم واقعا، معلم زبانمون اومد صدام کرد گفت گلستانی بیا دقیقه دفتر، من کار دارم. اون روزم مدیر و ناظم رفته بودن اردو با بچه‌ها. رفتم تو دفتر، گفتش که از این اتفاقای اخیر خبر دارم و میدونم مثلا مدرسه واسه جوش مثلا سمی شده فلان شده، میدونی که کار کیه و میدونی چرا اینجوری شده. من مثلا اونجوری بودم که حرف بهم میزدن گریه میکردم، انقدر ناراحت بودم، چون فکر کنم هیچ کاری نکرده، یه آسته رفتی آسته درس خوندی، یهو اصلا کل مدرسه باهات بد میشن همینجور الکی. گفتم نه، گفت همین دختری که تو انقدر بهش محبت میکنی و کمکش میکنی و واسش وقت میذاری، اومده نشسته یه تایمی که با تو گشته، رفته به مدیر و ناظم و دوستای دیگه تو معلما گفته که آره گلستانی بعد از تایم مدرسه میره با پسرا قرار میذاره. مثلا اون موقع این چیزا خیلی بد بود دیگه، یعنی حتی تو از دور یکی میدی باش بای بای میکردی دیگه، مثلا دختر خیلی بدی بود، قرار میذاره فلان. نمیدونم تو تایمی که با ملیکا مثلا با من میره بیرون، همش میره مثلا شماره میگیره فلان میکنه، شیطونی میکنه، آرایش میکنه. اصلا یه حرفایی بچه‌ها، یه حرفایی رفته بود نشسته بود زده بود که کل دید مدرسه رو به من خراب کنه. سر چی؟ سر حسادت. یعنی تنها چیزی که من میتونم با اطمینان بهتون بگم راجع به این آدم اینه بود که به شدت به حالا اون موقعیت که من داشتم، چه نظر درسی چه حالا از هر نظر، حسودی میکرد. حالا چرا واقعا؟ یعنی من هنوز واسم این سواله که منی که اینقدر به تو کمک میکردم، این همه هوا تو داشتم، درس تو خوب کردم، میبردم بیرون برات خرید میکردم، چرا مثلا با من، چرا مثلا به یه آدم دیگه حسودی کنی؟ اوکی، ولی منی که این همه به نفع تو بودم. خلاصه این معلم زبان به من اینا رو گفتش و کلی هم ازم قول گرفت که به کسی نگم و از من نشنیده بگیره و منم گفتم اوکی. اومدم همین که از دفتر بیرون، یهو ملیکا از در حیاط مدرسه اومد توی راهرو و باش چش رو چش شدم. بعد من حالا داشتم از عصبانیت منفجر می شدم، چون شما وقتی آدم معمولی مثلا با این کارو بکنه اوکی میتونه قبول کنی، ولی وقتی یه نفری که این همه بهش محبت کردی و از خیلی چیزا زدی به خاطرش بهت بدی کنه، واقعا عصبانیت 2 برابر میشه دیگه نسبت به اون شخص و اون اتفاق. داشتم منفجر میشدم، هم نباید بهش چیزی میگفتم، هم اصلا میخواستم یه دونه بزنم زیر گوشش. قشنگ بغض گلومو گرفته بود، خیلی عصبی بودم. شروع کرد من خندیدن، وای ماندانا جون چقدر دلم برات تنگ شد، کجا بودی از صبح؟ شروع کرد زبون ریختن. حالا من هی تو دلم
بعد بیرا بهش میگفتم که آره خفه شو تو تازه شناختم با تو اینا، ولی خب نمیتونستم چیزی بگم دیگه چون معلممون قول داده بودم. خلاصه بچه‌ها اون روزم گذشت و من دیگه به این آدم محل سگ ندادم، یعنی سپردمش با همون درس ضعیفش و مشکلاتش به خودش. یعنی واقعا اینقدری ازش بدم اومده بود که از مادرم اینا اون موقع خواهش میکردم که مدرسه منو عوض کنه، من اصلا دیگه آدمو نبینم و هیچ وقت هم بهش نگفتم که من فهمیدم این اتفاق مثلا یه همچین چیزی پشت سر من گفتی. بچه‌ها بعد اون اتفاق با دو تا دوستای دیگه هم حرف زدن، همه هم اون موقع نمیدونم چرا اینجوری بودن واقعا، مثلا با یه حرف بچه‌هاشون سنشون هم پایین بود دیگه، یه جور شده که با من بد شده بودن همه دوستام حتی. ولی بعد از تایم با چند تاشون که صحبت کردم مثلا همجور صحبت پیش اومد و حرف زدیم، یعنی من همش تنها بودم دیگه از بعد اتفاقی، گفتن که آره این اومده به ما گفته که تو پشت سر ما حرف زدی، تو گفتی اما بعدت میاد، تو مثلا اینجوری کردی اونجوری کردی، زیرا به ما رو زدی، یعنی چیزایی که من اصلا میگم یعنی روحم واقعا خبر نداشت، تعارف که نداریم الان دیگه بعد این همه سال، روحم خبر نداشت و به خاطر همینم بود که دوستای من اون تایم انقدر با من مثلا غریبه شده بودن و بد شده بودن. یه چند تاشون هم که دیگه فهمیدن که نه اینجوری نبود و اینجوری گفته، به من گفتن ما چقدر بهت گفتیم نگرد با این آدم، ولش کن و به تو نمیخوره و اصلا درس تو ضعیف میکنه. من به حرف هیچ کسی گوش نکردم، گفتم کمکش میکنم دیگه، کمک لازم داره کمکش میکنم، یعنی خودم همش داشتم جای این، گفتم کسی باش نمیگرده، تنهاست، درسش ضعیفه، تو خانواده‌اش مشکل داره، بذار مثلا من دلداری بهش بدم. میدونید بعد قضیه چیه؟ این که من روم نمیشد بهش بگم که تو یه همچین آدم عوضی هستی، یعنی بعد داستان اینجاست که من خجالت میکشیدم بهش بگم که تو چقدر بدجنسی، چقدر شیشه خورده داری، با این سن و سال کوچیک بودیم دیگه، 17 سالم اینطورا بودش. گذشت و من از اون مدرسه اومدم بیرون و دانشگاه رشته که دوست داشتم همیشه قبول شدم، اون آدم اصلا قبول نشد دانشگاه و حالا دورا دور از طریق دوستای مشترک و آشنای مشترک که داشتیم خبردار میشدم که مثلا اوضاع بدتر شده براش، بد بیاری پشت بد بیاری، ولی واقعا دیگه هیچ اهمیتی اصلا، قدیما خیلی دلم براش میسوخت ولی دیگه تایم دیگه هیچ اهمیتی بهش اصلا ندادم بعد از اون چیزی که ازش دیدم. خلاصه دورا دور ازش خبردار میشم هنوز که هنوزه و الان که شهامتش رو پیدا کردم دلم میخواد که اگر دیدمش یه روز جایی بهش بگم که آدما واقعا اون قلبشون رو میخورن و سعی کن که یه ذره خوشقلب‌تر بشی. حالا نمیدونم الان عوض شده یا نه، ولی بعید میدونم اون آدمی که اونجوری بهش محبت کردی اونجوری جواب داده که مثلا اونجوری جواب داده بخواد عوض شده باشه یا خیلی بهتر شده باشه، نمیدونم. ان شاءالله که عوض شده باشه، ولی اگر نشده که هر جا که هست خدا به دلش نور بتابونه. اون تایم خیلی ضربه روحی بدی به من زد چون فکر میکردم دوستم و فکر میکردم دارم کمکش میکنم، یه دوسته با ارزشو دارم میسازم، ولی گلوم خوش شد. بچه این ماگم واسه یه روز زن بابام برام خریده، نگاش کنید. گفتم بیام واسه شما هم تعریف کنم یه روزی یه جایی از یه آدمای شما ضربه میخوری که اصلا فکرش هم نمی کنی و میگن دستتو تو آرنج عسل کردی تو دهنش گذاشتی و اصلا فکر نمی کنی آدم در حق تو مثلا اینجوری این کار انجام بده، ولی واقعا هیچ چیزی از هیچ کسی بعید نیست و شما همیشه حواستون باشه که حرفتون رو پیش کی میزنید، با کی میرید میاید، اون آدم آیا هم تراز شما هم لول شما هست. بچه اینم مهمه، چون اگر یه مقدار مثلا اختلاف داشته باشید از حالا هر نظر با هم، ممکنه یه کوچولو حسادت پیش بیاد. خب بچه خلاصه حرفم بود که با هر کسی اعتماد نکنید، با هر کسی دوست نشید و تمامتون برای آدمی که خودشو بهتون ثابت نکرده نذارید هیچ وقت. سعی کنید که به آدما زمان به تا خودشونو بهتون ثابت کنن، اگر نه که از خیلی چیزا براشون نزنید. هیچ دیگه، همین دیگه. امیدوارم که هیچ وقت از این دوستا به پستتون نخوره و من یه لیپ گلاس هم بزنم و میکاپ رو همینجا تموم کنم دیگه. روژگون و کانتورم نزدم چون که جایی نمیخوام برم من نصف شبه دیگه، گفتم بی خودی پاک کردن سخته. اینم که از دیجیکالا خریدم دیگه، توی ویدیوهای قبلیم هستش، خیلی خوشگله. خب اینم از فاینال میکاپ هم دیدید دیگه، با سایه مشکی و خط چشم فقط همین گوشه رو کار کردم بیشتر
و ریمل زدم. کانتور رو روژگونه هم نزدم دیگه چون جایی نمیخوام برم، نمیخوام حالا خیلی آرایشم حرفه‌ای باشه، فقط می‌خواستم همینجوری تست کنم که ببینم چشمام چجوری میشه. و همین دیگه بچه‌ها، امیدوارم که از این داستان خوشتون اومده باشه و درس بگیرید ازش. امیدوارم که هیچ وقت امثال ملیکا تو زندگیتون نیان. و تا یه ویدیو دیگه از من، فعلا خدافظ.